اگر انسان 11 بار خودکشی کنه و بعد این توبه کنه آیا گناه این انسان بخشیده میشود؟ 11 بار خودکشی برادرای عزیز کم در همین سوالاتونه واضحتر و مفهومتر بنویسه. 11 بار خودکشی شاید مقصد شما ایه که قصد خودکشی 11 بار بکنه ولی جان به سلامت ببره نمره مقصد. به هر صورت خودکشی کردن راه حل نیست. بسیار انسانی هستند که کم ترک غم و اندوه به سرش بیاد، تنگی زندگی یا مشقت سختی ده که بغلطه قصد خودکشی میکنه. این راه حل نیست بلکه انسان خودش برعکس در عذاب الله گرفتار میکنه. خصوصا زنها کم ترک در همین زندگی مثلا کمبودی یا که سختی و جنجالا میشوه، نفهمی ها میشوه، در ذهنش یکمین چیزی که میبیاد خودکشیه. این راه حل نیست برادرها و خواهرای عزیز. انسان در دنیا طبق روایات حدیث با کدام نوعی که خودش میکشه، با کدام طریقی که خودش میکشه، با همون خیل خداوند در قیامت او را عذابش میکنه. خودش علاو میزنه، خودش در آب غرق میکنه یا که دور میکشه یا که یکون بلندی خودش میپرتویه. به هر صورت خودش در عذاب الله گرفتار میکنه، در لعنت الله گرفتار میشوه. ولی اگر قصد خودکشی کرد و مثلا جان به سلامت برد نمرد، در صورت همین انسان بخشیده میشود که پیش از مرگ به سراغش بیایه همین انسان توبه کرد و از همین کارهای کردگیش پشیمان شد، دیگر بار به این کارها دست نزد، توبه و استغفار کرد، توبه نصوح کرد، به سوی الله بازگشت. امید قویه که الله رب العالمین میبخشه، همه گناه را میبخشه. حتی اگر به خدا شریک آورده باشه در دنیا، اگر پیش از مرگش توبه نصوح صادقانه کرده، از شرکش توبه کرد، به سوی الله بازگشت، الله شرک هم میبخشه در همین دنیا. ولی اگر با شرک از دنیا گذشته باشه خداوند شرک نمیبخشه. چگونه که الله رب العالمین میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. خداوند شرکی به خودش نمیبخشه. اگر کسی شرکی به پروردگار داشته باشه، نه که غیر خدا کسی را رزق دهنده، غیر خدا کسی را معین و مددگار و مثلا رزق دهنده بدانه اعتقاد بکنه، این خیلی انسان مشرکه. اگر از همین شرکش توبه نکرده از دنیا بگذره، خداوند این گناهی را نمیبخشه. ولی غیر شرک تمام گناه ها را میبخشه برای کسی که میخواهد.